سلام، علیرضا صفاری هستم از گچ پری استودیو. امروز اومدیم در مورد عکاسی از زیورآلات چند تا نکته رو با هم بررسی کنیم. در ادامه ویدیو همراه من باشید. این ویدیو رو دارید از پلیلیست عکاسی موبایل از کانال یوتیوب من مشاهده میکنید یا از طریق IGTV اینستاگرام. خب امروز هم طبق معمول اومدم با 3 تا دیوایس، 2 تا گوشی و 1 دوربین حرفه‌ای عکاسی کنم و در ادامه نکاتی رو در مورد نورپردازی، چیدمان، عکاسی و همچنین ادیت با هم دیگه بررسی میکنیم. برای ادامه کار میریم به استودیو ببینیم اونجا چه خبره. خب بچه‌ها، همونطور که گفتم موضوع امروزمون عکاسی از زیورآلات و آلات طلا و جواهر هست که یه کوچولو سلیقه بیشتر میخواد. یه ذره به نورتون باید دقت کنید، یه ذره به چیدمان وسایلی که دارید باید دقت کنید و خیلی کارهای ساده میشه انجام داد. زیاد دیزاین اطراف خود کار خیلی شاید مورد بحث نباشه به خاطر اینکه محصول کوچیکه و شما باید تا جایی که امکان داره محصول نزدیک بشید توسط دوربینتون و ازش عکاسی کنید. عکاسی طلا جواهر رو معمولاً به صورت پروفشنال با نورای استودیویی انجام میدن و میان از لنزهای ماکرو استفاده میکنن واسه این کار. یه سری از گوشی‌ها، یه سری از موبایل‌ها لنز ماکرو داره، میتونید از اون استفاده کنید ولی باید شدت نور زیادی داشته باشید. همینطور برای عکاسی با دوربین‌های حرفه‌ای و لنز ماکرو. حالا ما می‌خوایم با کمترین امکانات ببینیم چی در میاد. در ادامه ویدیو همراه من باشید تا من یه چیدمانی بزنم و عکس‌ها به چه شکل در میاد و در آخر ویدیو اونو میتونید ملاحظه فرمایید. خب با من همراه باشید. خب بچه، همینطور که ملاحظه کردید من اومدم این چیدمان رو انجام دادم. از یک بک‌گراند به صورت سنگ مرمر استفاده کردم، از یه زیرگلدونی بتونی استفاده کردم. سعی کردم رنگ‌های خنثی استفاده کنم که اصل محصول داخل عکسمون توجه بیشتری رو جلب کنه. میتونیم چند تا از این گلای خوشگلم به کادرمون اضافه کنیم. یه کادر مربع بستم، یه رفلکتور هم اگه اینجا بذاریم عالی میشه. میتونید از زاویه‌های مختلف از محصولتون عکس بگیرید. خب میریم سراغ یه دیزاین دیگه. یه پارچه ساتن استفاده کردم. ببینید بچه، این شاینی که روی این میفته خیلی مهمه. عکس رو به صورت DNG میگیرین، میبینین که به این شکل ثبت شده. حالا ادیت میشه و در آخر شما میتونید اینو ملاحظه کنید. خب بریم برای دیزاین سوم ببینیم چی در میاد. خب بچه میریم برای یه عکس دیگه. وارد نرم افزار لایت روم میشیم، تو کامرا میزنیم. از یه رفلکتور من اینجا استفاده کردم، از یه فوم بورد. خب من چند مدل گرفتم. اینم از این دیزاین پرمون. حالا من این دیزاین آخر رو با 2 تا دیوایس دیگه عکاسی میکنم و برای شما در انتهای ویدیو به نمایش میذارم. سعی کردم با ساده ترین وسایلی که توی هر خونه پیدا میشه، هر جایی پیدا میشه، یه کارهای خیلی خلاقانه و کوچیکی انجام بدیم. ما هم دیگه با 3 تا دیوایس عکاسی کردم، با آیفون 12 عکاسی کردم، با گلکسی A70 سامسونگ عکاسی کردم و با سونی آلفا R2 عکاسی کردم با لنز 5 میلیمتری. این عکس‌ها قراره توی شبکه‌های اجتماعی آپلود بشه. زیاد مهم نیست که شما چه وسیله‌ای دارید. شما نور خوب لازم دارید که یک پنجره مناسب باید باشه که تقریبا همه جا هست. اگه نبود توی فضای آزاد میتونید حالا شدت نور رو با یه پارچه‌ای، با یه دیفیوزری کاهش بدید، نورتون رو تلطیف کنید و شما میتونید یه عالمه از این تکسچرها و فوم بوردها تهیه کنید و قیمتی هم نداره، ساده است. مقوا رنگی، کاغذ رنگی، فقط کافیه که اینا به صورت بافتدار و مات باشن. اینم از ویدیو آموزشی امروزمون. امیدوارم لذت برده باشید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دارید از طریق کانال یوتیوب نگاه میکنید، سابسکرایب یادتون نره. البته اگه هنوز سابسکرایب نکردید اون زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید زودتر با خبر بشید. اگر از طریق اینستاگرام دارید نگاه میکنید، لایک و کامنت یادتون نره و صفحه منو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خیلی مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.